سلام. امروز میخوایم به یکی دیگه از مجموعه‌های جهادی ویژه‌ای سر بزنیم. مجموعه‌ای که حتی از گروه جهادی هم فراتر رفتن و تبدیل شدن به یک قرارگاه جهادی. بریم با این مجموعه و فعالیت‌های این قرارگاه آشنا بشیم. سلامتی افتخار دارید. آیه هادی جهانگیری عزیز، مسئول قرارگاه جهادی طرحیدان ظهور یا قرارگاه امامزاده، درسته؟ بله در خدمت. دو تا اسمه. اگه اجازه بدید ماسک من بردارم که ذره راحت‌تر با هم صحبت کنیم، فاصله هم که رعایت شده. خب چه اتفاق کار خاصی اینجا رقم میخوره که شما شدین قرارگاه جهادی، از گروه هم حتی فراتر رفتید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که تا سال 92 ما گروه جهادی بودیم و به صورت یک گروه جهادی در مناطق محروم حضور پیدا می‌کردیم. از سال 92 به بعد خدا رو شکر یه اتفاق خوبی که افتاد، یه هم‌افزایی بین گروه‌های جهادی با گروه ما ایجاد شد که از شهرستان‌های استان تهران دیدیم گروه‌های مختلفی با ما اردو جهادی شرکت می‌کنن. سال 94 خاطرم هستش که حدود 650 نفر از 650 نفر. چند تا گروه میشه یعنی؟ حدود 14 تا گروه بودیم. 14 تا گروه با هم رفتیم که یه گروه تخصصی پزشکی بود و بقیه گروه‌ها عمرانی و فرهنگی و به صورت تلفیقی با هم کار می‌کردیم. توی خوزستان منطقه گنبوه حضور پیدا کردیم و به این فکر افتادیم که به صورت قرارگاهی و عملیاتی تر کارمون رو پیگیری کنیم و هم یه تقسیم کار بهتری بین گروه‌ها انجام بشه. از اون سال به صورت قرارگاهی کار کردیم و این مجموعه رو راه اندازی کردیم خدا رو شکر که و در شهرستان‌های استان تهران هم این کار رو گسترش دادیم. علاوه بر حضور هم‌افزای گروه‌های جهادی، قرارگاه‌های جهادی شهرستانی رو هم توی شهرستان‌های حاشیه استان تهران راه اندازی کردیم. کارگروه بعدی کارگروه اجتماعی هست که پویش‌های مختلف اجتماعی رو با توی بحث کارگروه اجتماعی پیگیر هستیم. اما از لبخند نو عروس بحث جهیزیه خانواده‌های نیازمند به جهیزیه هست، بحث پویش تخت سیاه که مختص لوازم التحریر و تبلت برای دانش آموزان بی سرپرست و کم برخوردار هستند. ارزاق و کمک‌های مبادله رو توی پویش داریم و سامانه‌های سایه و پاکاری که حالا هر کدومش توضیح مختص خودش رو داره. سایه بحث توانمند و نیازمند توش واگذاری میشه و مشکلات نیازمندان رو حل می‌کنیم. بحث پاکاری هم ظرفیت گروه‌های جهادی به صورت انفرادی و گروهی توی این سامانه میرن و ثبت نام می‌کنن و توانشون رو اونجا میذارن و برای برگزاری اردوهای جهادی از این توان دوستان جهادی استفاده می‌کنیم. خدا قوت. بعد این الان قرارگاه‌های شهرستانت که فرمودین توی شهرستان حضور دارن، اونا به چه شکلن؟ همونجوری که شما هستینه؟ بله دقیقاً. حالا یه سری کارها رو به صورت ستادی ما از قرارگاه جهادی شهرستانمون می‌خوایم و با استفاده از ظرفیتی که قرارگاه‌های شهرستانیمون توی هر شهرستانی دارن خدمتتون از اون کارها رو دنبال می‌کنن و حالا به طور مثال امروز بحث پزشکی رو شهرستان اسلام شهر داره که اگه موافق باشید حالا یه بازدیدی هم از فعالیت‌های اون گروه داشته باشید. بحث کارگروه پزشکی رو دارن تو مناطق محروم حاشیه تهران، دارن بحث پزشکی برای
آقای احمدی بزرگوار، برنامه بهداشت و درمانتون تو منطقه اسلام شهر چیه دقیقاً؟ خدمت شما عرض کنم ما کارگروه بهداشت و درمان تو مجموعه قرارگاه با توجه به نیازهایی که هست توی روستاها و مناطق محروم و کم برخوردار، ما بر اساس اونها میایم مراحل پایش سلامت روستاییان رو انجام میدیم. بله. اولین کاری که انجام میدیم برای منطقه اینه که برای همه خانواده‌هایی که توی روستا هستن پرونده سلامت خانواده تشکیل میدیم. خیلی عالی. و بعدش پرونده سلامت فردی رو بعد از اینکه معاینات اولیه انجام شد، پرونده سلامت فردی رو این انجام تشکیل میدیم. بله همینجا تشکیل. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا قوت. خسته نباشید مرد. خسته نباشید خانم. خدا قوت. خدمتتون عرض کنم اینجا که پرونده سلامت تشکیل شد، معاینات اولیه انجام شد، با توجه به مشکلی که این عزیزان دارن ارجاع میدیم اینها رو به پزشکایی که داریم. یا پزشک داخلی یا پزشک زنان یا پزشک اطفال یا پزشک عمومی و اینها تمام این موضوعات در پرونده سلامت فردی این عزیزان پر میشه و اینها توسط مجموعه قرارگاهی ما در خود مجموعه قرارگاه جهادیمون توی اسلام شهر بررسی میشه و نیازهای مردم توی مراحل بعدی مراحل بعدی ما برنامه‌ریزی یعنی ول نمیشن دیگه. این تشکیل پرونده داره میشه ادامه داره. یه مرکز سلامت کنترل بیماری‌های روستاییان رو هم پایه‌گذاری کردیم که تمام این پرونده‌ها میره داخل اونجا بررسی میشه و به صورت هفتگی به این دوستان زنگ میزنن از نوع بیماریشون، مشکلاتی که الان دارن، روند بیماری این عزیزان رو چک میکنن. فعالیت‌های دیگه قرارگاهتون چیه؟ البته میدونم کارهای زیادی دارید انجام میدید، گستردگی زیادی داره. چند تا از این شاخص‌هاشو واسه ما بگید. ما تو موضوع بحث‌های عمرانی کارگروه اومد ورود کرد با هماهنگی اداره بهداشت اسلام شهر. اومدیم اون منازل این عزیزانی که احتیاج دارن به بهسازی، البته سرویس‌های حمام و دستشوییشون احتیاج داره به بهسازی، اونها رو با هماهنگی طی یک صورت جلسه ما تحویل گرفتیم و کم کم داریم کارشون رو انجام میدیم. تو بحث بهسازی منازل این عزیزان تو حوزه هم روستا هم شهر در مناطق محروم کم برخوردار ورود کردیم، کار اونها رو هم داریم انجام میدیم الحمدلله. بحث بهسازی مساجد رو داشتیم، بحث بهسازی مدارس رو داشتیم. خدمت شما هستم این مورد بهسازی منازل معلولین. بله ما یه کار دیگه هم انجام دادیم، بحث بهسازی منازل معلولین بود. اومدیم با ایجاد رمپ توی منازل، با ایجاد یک اون سازوکاری که برای راحت بودن معلولین هم توی سرویس‌های بهداشتی، توی حمام یا در خانه احتیاج بود که اینها راحت‌تر بتونن تردد کنن، کاراشون رو انجام بدن. اومدیم مهندسی منازل رو طوری ترتیب دادیم که مشکلات رو هم حل کنیم. شهر کارهای خوبی تو عرصه آموزش داشتن. خیلی عالی. الان خصوص تو بحث راه‌اندازی مدارس بهشت هست. آقای احمدی شما تو کارهای عملیاتی و پیگیری‌هاشون رو خودشون به شخص انجام دادن توضیحاتی. آقای احمدی بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که با توجه به اون نیازی که ما توی روستاها داشتیم که نیاز آموزشی، فرهنگ‌سازی و باید یک فرهنگ خوب رو برای اینها جا مینداختیم، اومدیم از دوستانمون درخواست کردیم از همه گروه‌های جهادی و خیریه‌ها که تو مجموعه مختلف کار می‌کردن، اومدیم درخواست کردیم که بیاید توی یک راستا کار کنیم. اینا همه تجمیع شدن، ما یک سری سرفصل‌ها به اینا دادیم برای بحث‌های آموزشی و مدارس بهشت ما توی 3 روستا راه‌اندازی شد که الان یه فکر می‌کنم چیزی هولوش 400 تا 500 دانش آموز به صورت متغیر دارن آموزش می‌بینن. این عزیزان هم کسایی هستن که واقعا از لحاظ آموزشی احتیاج به این دارن که کمک بهشون بشه، یا اصلا آموزش ندیدن یعنی اصلا مدرسه نرفتن، یا اینکه واقعا آدم‌هایی هستن که روشون کار نشده. خب اینها اومدیم روی اینها کار کردیم، برنامه‌ریزی کردیم و الحمدلله رب العالمین طی 1 سال
روی اینها کار آموزشی انجام شد که حالا کارنامه‌ها رو بگیرن مشخص میشه که ما توی مأموریت ما موفق بودیم یا نه. رسته‌های دیگه‌تون چی؟ ما خدمتتون عرض کنم تو موضوعات مختلف هم ما وارد شدیم. ما یه برنامه داشتیم تحت عنوان ما یک خانواده هستیم، کمک به داشت و برداشت محصولات کشاورزی تو حوزه روستا و مناطق محروم تو سراسر کشور. موضوعات دیگه هم که داشتیم بحث گروه جهادی آرایشگران بود که این آرایشگرا زحمت میشن تو مناطق مختلف روستاهای کم برخوردار و محروم میرفتن کار آرایشگری انجام میدادن، یا حوزه تعمیرات لوازم خانه، یا حوزه همین معلمین و اینها که دارن کار میکنن. همکنون خدا رو شکر برنامه خوبی رو ما تونستیم توی مجموعه اسلامشهر انجام بدیم، اما هنوز به اون نقطه‌ای که باید برسیم نرسیدیم. نقطه آمال هنوز نرسیدیم. نه خیر، ما هنوز ان شاء الله به کمک دوستان و تلاش همین بچه‌ها ان شاء الله قرارگاه ان شاء الله به اونجا خواهیم رسید. حسن ختام چند تا بچه جهادی درگیرن تو قرارگاه؟ الان ما برای هر طرحمون، مثلا برای همین طرحی که ما اینجا داشتیم میشه حدود 70 نفر درگیر برنامه بودن. طرح‌ها مختلفه، ما به صورت روزانه هم طرح داریم، به صورت هفتگی هم برنامه داریم. ما یه چیزی هولوش در هفته اگر بخوایم حساب کنیم یه چیزی هولوش 200-300 نفر بچه‌های جهادی درگیر کارن تو روستاها. جامعه معمولا گروه‌های جهادی به این میشناسن که یه عده جوان دغدغه‌مند بر حسب تکلیف میرن مناطق محروم و در حد وسعشون خدمت میکنن. مدرسه میسازن، مسجد میسازن، خونه میسازن. ولی حالا میبینیم که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ده‌ها حوزه دیگر به صورت حرفه‌ای و تخصصی در سطح یک مسئول کشوری یا حتی بیشتر دارن کار میکنن. قطعا راه حل تمام مشکلات ما داشتن مسئولینی مثل همه این بچه‌هایی که امروز و برنامه‌های قبل دیدیم هست. شماره‌ای که داره زیرنویس میشه راه ارتباطی ما با شماست، علل خصوص گروه‌های جهادی که مایل هستن ازشون مستند گزارش تهیه بشه. در فضای مجازی و پیام رسان‌های مربوطه به ما پیام بدید. بیننده ما باشید تا خط شکنی دیگر. خدا نگهدار. یا علی.